به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز. برنامه به طور مستقیم دوام 15 دقیقه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. امروز 10 اپریل است. سرخط خبرها: مناقشه مرزبانان تاجیک با کارمندان وزارت کارهای داخلی در مرز تاجیکستان با افغانستان. معیار میلیسا زخمی و پالکونیک و پدپالکونیک بازداشت شدند. گروهی از مهاجران را از فرودگاه ونوکاوا به تاجیکستان پس فرستادند و برعکس بیش از 500 مهاجری تاجیک را از قزاقستان به روسیه راه دادند. پدر میگوید به وعده مقامداران باور کرده 2 پسرش را به ارتش فرستاد ولی پارچه زمین را به کسی دیگر دادند. آدمی که اینجا استفاده میبرد وای گفته است که ما اینجا یک استادیونچه میپوشم برای کودکان گفته. مرزبانان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان یک افسر وزارت کارهای داخلی را در مرز با افغانستان زخمی کرده 2 کارمند دیگر این نهاد را در نزد یک مخفیگاه مواد مخدر بازداشت کردند. ماجرا میان کارمندان 2 نهاد قدرتی تاجیکستان ساعت 1 شب 6 اپریل در نزدیکی راه ناحیه شمس‌الدین شاهین با ناحیه درواز رخ داده است. مقامات رسما حادثه را شرح ندادند ولی منابع رادیو آزادی حادثه را تصدیق کردند و آن را یک نافهمی کلان نامیدند. تفصیلات در گزارشی همکارم کیومرثی عطا. یک منبع در نهادهای تفتیشاتی روز 10 اپریل به رادیوی آزادی گفت که 3 کارمند ریاست مبارزه با ضد قاچاق مواد مخدر وزارت کارهای داخلی با هدف انجام عملیات در سرحد با افغانستان قرار داشتند و مرزبانان آنها را قاچاقچی گمان کرده به سویشان آتش کشادند. یک معیار وزارت کارهای داخلی از پای و شکمش زخمی شده در بیمارستان ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان بستری است. یک سرهنگ یا پالکونیک و یک پدپالکونیک دستگیر شده به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی به دوشنبه انتقال یافتند. کارمندان وزارت کارهای داخلی به مفتشان گفتند که آنها از پیدا شدن یک مخفیگاه مواد مخدر در مرز افغانستان خبر یافته برای پیدا کردنش رفته بودند ولی از سوی مرزبانها تیرباران شدند. سرحدبانان گفتند که آنها خبر دریافت کرده بودند که در این منطقه میان قاچاقبران داد و گرفت خواهد شد ولی آنها نمیدانستند که یک طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی هستند. مرزبانان به مقامات تفتیشاتی گفتند که شبانه ماشین مرسدس بنز ناشناس را در نقطه ممنوع مرزی دیده خواستند که آن را تفتیش کنند ولی آنها اطاعت نکردند. به قبل آنها هیچ نهاد به موافقه با کمیته دولتی امنیت ملی حق انجام عملیات در مرز را ندارد و از این رو آنها از روی قانون عمل کردند. حادثه را دادستانی نظامی تاجیکستان تفتیش دارد و کمیته دولتی امنیت ملی 2 کارمند بازداشت شده وزارت کارهای داخلی را هنوز رها نکرده است. این حادثه در محله رخ داده است که آن را یک راه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان می‌دانند. در این منطقه بارها میان مرزبانها و قاچاقبران زد و خورد صورت گرفته است ولی بازداشت و زخمی شدن کارمندان وزارت کارهای داخلی بی سابقه است. سرحد ناحیه شمس‌الدین شاهین با افغانستان از قطعه های دانسته می شود که نظارت آن سخت بوده، راه و پیراههای دشوارگذری زیاد دارد. مقامات روس پس از 3 روزی نگهداری بیش از 20 مهاجر تاجیک را از فرودگاه ونوکاوا مسکو به تاجیکستان پس فرستادند. مهاجران تاجیک با ارسال نوار بر رادیو آزادی گفتند که 3 روز در شرایط بد قرار داشتند و سبب راه یافتن به روسیه را هیچ کسی برایشان شرح نداده است. مهاجران گفتند که تمام سندهایشان درست و در روسیه حق اقامت داشتند. مقامات روس سبب اخراج آنها از روسیه را نیز نگفتند. چند روز پیش نیز به بیش از 500 مهاجر تاجیک در مرز قزاقستان با روسیه اجازه وارد شدن نداده بودند. این مهاجران می‌خواستند با ماشین و از راه زمین وارد روسیه شوند. روز 9 اپریل مهاجران گفتند که پس از 1 هفته مقامات روس با آنها اجازه ورود به روسیه را دادند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کند و این کشور را برای سیاست سرکوبگرانه نسبت به مهاجران تنقید می‌کنند. مقامات روسیه بارها گفتند که هدفشان رفع قانونشکنی‌ها است.
رو میرویم با مسائل بین المللی. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ غیر منتظره اعلام کرد که روز 12 اپریل هیئت‌های والا مقام ایالات متحده آمریکا و ایران در یک مذاکرات مستقیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنند. ایران تصدیق می‌کند که چنین مذاکرات در کشور عمان برپا خواهد شد، ولی گفتگوها مستقیم نخواهند بود. از کیان شریفی، شورای مرکزی خبری رادیوی آزادی، خواهش کردیم درباره انتظاری‌ها و نتیجه‌های احتمالی این نشست تفصیلات دهد. اینو اعلام کرد که قرار مذاکرات مستقیم با ایران انجام بشه و ایران چند ساعت بعد اومد گفت که این مذاکرات مستقیم نیستن، ولی هر دو اومدن گفتن که مذاکره‌ای در کار نیست، این فقط یک ملاقاته که ببینیم میتونه به یک مذاکره تبدیل بشه یا نه. الان سوال اینجاست که قرار این ملاقات مستقیم باشه یا غیر مستقیم، چون هر دو طرف چیز مختلفی دارن میگن. آمریکا میگه مستقیمه، ترامپ میگه مستقیمه. ایران مخصوصا بعد از اینکه چندین ساله که میگه حاضر نیست با آمریکا بشینه مستقیم مذاکره بکنه، حداقل در ملأ عام میگه این ملاقات مستقیم نخواهد بود. ولی از اونجایی که ترامپ اصرار داره این ملاقات مستقیم باشه، احتمالاً به یک نحوی این مستقیم هست، ولی ایران هیچ وقت نمیاد اینو به حامیان جمهوری اسلامی در ایران بگه، چون رهبر ایران خامنه‌ای به شدت حداقل در ملأ عام مخالفت خودش رو اعلام کرده. از نشریه‌های آمریکایی آگاه شدیم که در مأموریت کاخ سفید حداقل دو نظر درباره برنامه هسته‌ای ایران جای دارد. یکی این است که برنامه باید نظارت یا خود مانیتور شود. نظر دیگر این است که برنامه باید کاملا محو گردد. از همکارم پرسیدم آیا ایران به این نظرها واکنش کرده است؟ برنامه ترامپ میدونیم اینه که ایران هیچ وقت نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترامپ اینو به طور کامل و خیلی واضح اعلام کرده، ولی خودش هیچ وقت نیومده اعلام بکنه که چه جوری میخواد اینو انجام بده. در عوض افرادی در کابینش اومدن صحبت کردن. بعضیا مثل آقای استیو ویتکاف که مذاکره کننده آمریکا خواهد بود، طرفدار مانیتور کردن برنامه هسته‌ای ایرانه، ولی افراد دیگه در کابینه هستن مثل مایک والتز که کاملا میخوان این برنامه برچیده بشه. حامیان برچیده شدن میگن ایران به فشار قبول خواهد کرد که برنامه‌اش رو بچینه، چون هیچ وقت نمیخواد ریسک کنه با جنگ کردن. ولی افرادی که میگن مانیتور شدن بهتره، میگن ایران احتمالاً قبول بکنه مانیتور کردن برنامه هسته‌ایشو، چون قبلا راضی شده به این زیر برجام که 2015 امضا شد و احتمال نداره که زیر فشار حاضر بشه برنامه یا که چندین میلیارد دلار رو سرمایه گذاری کرده رو کلاً بذاره کنار و احتمالاً حاضر باشه وارد جنگ بشه. تشکر از همکارم کیان شریفی، شارح مرکزی خبری رادیو آزادی که درباره مذاکرات آینده آمریکا و ایران تفصیلات داد. ما این مذاکرات را پیگیری میکنیم و در برنامه‌های آینده به این موضوع برمیگردیم. حالا بعد یک اعلانی خرد رو میوریم به تاجیکستان. یک خانواده احتیاجمند در ناحیه مسچاه ادعا دارد که با وعده حکومت محلی دو پسرش را به خدمت حربی فرستاد تا یک پارچه زمینی علاوگی گیرد. ولی نه تنها به این عائله زمین دادن نشد، بلکه زمینی را از آن گرفتند و به کسی دیگر دادند. بیش از 5 سال است کسی به مراجعت‌های پی در پی این خانواده رسیدگی نمی‌کند. یکی از پاسخ‌های تکراری این است که عائله باید به دادگاه مراجعت کند. فرزان محمدی عرض این عائله را شنید و این گزارش را تهیه کرد. خانواده خالقوفا در شهرک بوستان ناحیه مسچا اطراف 40 سال باز این پارچه زمین را نگاهبین میکنند. نومان خالقوف 60 ساله میگوید در اول این زمین خیلی ویران و ناهموار بود، اما آنها توانستند آن را به زمین کشاورزی تبدیل دهند. طول این سالها با شرطنامه زمین را استفاده میبردند و بارها با مراجعت از حکومت محلی خواستند که این زمین را با قرار در اختیارشان سپارند، زیرا همچون عائله سرفرزند به آن احتیاج دارند.
ما همین دوری پیش دیگه رئیسند رفته بودم گفتن که همه خیلی تو گفتن که بچه‌ات خدمت رفتگی میونه. من گفتم یک تاش عریض داد رفتگی دویمشم رود ما تو همین زمین میتیم گفتگی بدن. ما خوب گفتم پدر مسئولیت گرفته دو فوتی گرفته رفتم خدمت با خواهش خودم. ولی به گفته این پدر و پسر مقامات 7 سال باز به این وعدهشان وفا نمی کنند، زیرا پسر خورده این خانواده روح الله نومانزاده سال 2018 به خدمت رفته است. بر ضمن این با وجود داشتن شرطنامه استفاده زمین هم آن را به نام دیگر ساکنی ناحیه حجت گذاری کردند. آدمی که اینجا استفاده میبرد وای گفته است که ما اینجا یک استادیونچه میپوشم برای کودکان گفته. در حکومت ناحیه مسچا مسئولان آماده نشدند به این مسئله روشنی اندازند، ولی در جوابهای خطی به عائله خالقوفا گفتند که به دادگاه مراجعت کنند. اما 2 ماه پیش اعظم علیزاده رئیس ناحیه مسچا در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفته بود که صدها گکتار زمین را برای احتیاجمندان با قرار پرزیدنت گرفتند و در مد اول باید چنین خانواده ها باشند. از که رهبر دولت درخواست ما را دستگیری کردن، زیاده از 250 گکتار زمین 28 دکمبر سال 2024 به امضا رسید در حکومت جمهوری تویسون. الان ما این مقصودیم قبول در رئیس ناحیه را میبینن میگن که درخواست میکنن زمین نظرگی وقتی ما گروه کوری میکنیم میریم در حقیقت در یک کلین قدر خونی پدر مادرش رفتگی است. یک تاش الان که پرابلم جوی برای ما نقشه کردگیم یکم قراری که ما امضا میکنم ما گفتم برای اون اویلایی که در یک خانه 4-5 کلین زندگی میکنن. حقوقشناسان میگویند سالهای آخر با وعده‌های گوناگون بردن جوانان به عسکری زیاد شده است، ولی حالت‌های نیز کم نیستند که این وعده‌ها عملی نمی‌شوند. هست بودن مراجعت ها در حقیقت که آمده ناراضگی بیان کرده بودند و در این چیز یک چیز دشواری است که مثلا خود همین وعده هم گوییم این یک اثبات آن دلیل پیشنهاد کردن آن دشوار می باشد برای اون که عادتا چنین نمودی سازش ها گوییم اگر در قانون این چیز مستحکم شده نباشد طلب کردن آن را نیز دشوار می باشد برای اون که اجرا کردن یا که نکردن آن از شرط و شرایط ها گوییم وابستگی دارد. در همین حال محمد باقیزاده پسر نومان خالقوف امیدوار است که حکومت محلی به وعده‌اش وفا میکند، زیرا وی با وجود بیماری و با امید همین زمین راضی شده است به خدمت حربی رود. او میگوید اساساً چرخه روزگارشان را با پول مهاجرت مهنتی و فایده همین 701 زمین کشاورزی میگذراند. خالقوفا توان خریدن حوله دیگر ندارند و در این حوله خرد 3 عائله جوان همراه پدر زندگی میکنند. یا منبع درآمد ما همین دیگه مثلا پدر بیمار ما نوبختی رفته مهاجرت مهنتی میبینیم پدر پرتافتن نمیشد همین زمین وای کنن ما استفاده بریم. در عرفه هر موسمی دعوت به خدمت حربی مقامات برای اجرای نقشه از راه و وسیله‌های گوناگون استفاده میکنند، از جمله وعده دادن زمین یا رسیدگی به نیازهای دیگری خانواده‌ها. بعضی وعده‌ها اجرا میشوند و بعضی دیگر سبب شکایت‌ها میگردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچا. طبق پیشبینی بانک آسیای رشد اقتصادی تاجیکستان امسال 7.4 و سال آینده 6.8% رشد خواهد کرد. این در حالی است که مقامات تاجیک گفتند سرعت رشد اقتصاد امسال و سالهای آینده از 8% کم نخواهد بود. در گزارش بانک آسیای رشد که در اول ماه اپریل نشر شد آمده است سرمایه‌گذاری بزرگ به بخش انرژی، صنعت و رشد بخش خصوصی از عامل‌های اساسی افزایش اقتصاد در 2 سال آینده خواهد بود. بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که تکنولوژی رقمی را رشد دهد تا خدمت رسانی‌های دولتی و سطح زندگی مردم بهتر شوند. اخبار آزادی به پایان رسید، ولی خبرهای نوی که پیدا می شوند در صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و فیسبوک و ایکس نشر می شوند. همچنین سامانه ما را با نام آزادی.org ببینید. با رادیو آزادی بمانید تا دیدار در برنامه‌های دیگر.